به نظرتون تو کشوری مثل روسیه که تمام فصل سال برف و یخبندانه، وسط جاده همچین خطایی انداختن؟ آقا اداره راهسازی، راهداری، من نمیدونم این ایده رو کی به شما داده؟ ماشین میکشه اینجا، ببین موتور به چه روزی میفته، انگار داری مثلا تو 30 سانت خاک کویر داری حرکت میکنی. ببین موتور داره میکشه، کلا قشنگ میلرزه، این ور اون ور میره. باد جاده، باد مسیر از یه طرف، باد ماشین بزرگا از یه طرف دیگه. اینم وضع جاده، اینم وضع آسفالت. بعد سواری هم که اصلا رعایت نمی کنن، اصلا حالیشون نیست که آقا موتور ممکنه از مسیرش منحرف بشه به خاطر شرایط جوی، همینجوری میلیمتری میان از کنار آدم رد میشه. یه فکری به حال این ایده های قشنگتون بکنید.